بچه‌ها خوش اومدید. ما هستم توی ویدیو بچه‌ها که بریم کل تنظیمات کال اف دیوتی موبایل کل تنظیمات یعنی ببین مولتی بچه‌ها، فقط مولتی هر که بهتون بگم بیسیکو برید سنس و هاد که همون قبلیه، ولی باز بهتون هاد رو نشون میدم. اگر ندیدید به ویدیو سنسیویتی و هاد و بیسیک بتل رویال رو ببینید و بعد بیایید این ویدیو رو ببینید. بچه‌ها براتون سنسیویتی رو بهتون نشون میدم و اینو رو از روی همین بچینید. شاید این چرا کد نمیدیم بچه‌ها، من اگر بخوام بهتون کد بدم فکر کنم باگ بشه. حالا نمیدونم بعضی هستن باگه، حالا اگر تونستم براتون هم کدو میذارم. خب بچه‌ها حتما ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید، کامنت سابسکرایبتون نره. با این انرژی که دارید بهم میدید ممنونم. بچه‌ها اینا دوربینم بذارید درست کنم. شاید بگید چرا دوربین تو کوچیک گذاشتی؟ ولی من دوربینم کوچیک میذارم که کل صفحه دیده بشه و شما بتونید راحت‌تر استفاده لازم رو از همه تنظیمات داشته باشید. خب بچه‌ها یک مسئله مهم بچه‌ها، برای کسایی که میخوان دستی بچینن بچه‌ها خیلی دقت کنید، خیلی دقت کنید. شما فکر کنم تو عرض 40 دقیقه هم بتل رویال هم هات هم سنسیویتی همه اینا رو میتونید بچینید تو عرض 40 دقیقه یا هم کمتر، میشن 20 دقیقه. خب بچه‌ها بریم سراغ تنظیمات و دیگه چیز دیگه نمونه. برو بریم بچه‌ها. آیپد هم دارم میخرم، حالا یه بعد از عید میگیریم. حالا آیپد که نمیشه، تبلت لنوو، حالا بیاد دستم آنباکسشو براتون میذارم. بریم بچه‌ها چیز کنیم، اینو اوکی کنم براتون. تنظیماتو قضیهشو خودتون میفهمید. خب بچه‌ها این از هاد. اول بچه‌ها از هاد. خب بچه‌ها هاد رو وایس من اینو درست کنم. بچه این همین تنظیمات هاده. این هاده یه اسکرین شات رو این اسکرین شات که گرفتین خودتون یه کار جمع. خب اول به سراغ بیسیک شما بچین بچه، هم برای موومنت بردنتون همه چی فایده داره. اون ویدیو موومنت بردن هم اگه ندیدید امروز بعد از این ویدیو میاد اومده، ولی باز برید ببینید، اون خیلی تاثیر میذاره. 5 تا از نکات های خیلی مهمی رو گفتم که شما دید. بچه این از بیسیک. حالا بذارید این چیزا اینو بذارید کوچیک کنه تا راحت‌تر دیده بشه. بچه ها همینو بچینید 2 روز یه پلیر. این چی گفت؟ خب بچه‌ها این از اولین بخش اول. بچه‌ها من بخش میرم، شما هر چقدر که چیز بکنید خودتون میرید. الان مثلا این یه بخششه. به بخش دوم که من حواسم هست کجا باید نگهدارم نگاه کنید. من میدونم مثلا الان این زیر اینو باید نگه دارم. من براتون نگاه کن، زیر اینو باید نگه میدونم. خودتون عکس بگیرید، اسکرین شات اینو بگیرید، میفهمید که از چی. وایسید من اینو درست کنم و اسکرین شات بگیرید ازش. بچه‌ها اینا رو بهتون میدم، برید عشق کنید، برید حالشو ببرید. بچه‌ها شاید ببین چرا، چون بچه‌ها با این سنسیتیوتی ها رو بهتون دارم میدم، برید یه 2-3 نفر رو بزنید ببین چی در میاد. بچه‌ها عادتش هم یه هفته دیگه عادت میکنید. اگر با این بازی کنید هات و همه چی یه هفته عادت میکنید. من اولش خودم هم سنسیتیویتی که اومده بود دستم نمیتونستم مثلا باهاش خوب پلی بدم، ولی الان دیگه سنس همه چی رو عوض کردم. اسکرین شات رو گرفتیم دیگه. بچه‌ها ویدیو فکر کنم 15-16 دقیقه بشه، تا آخر ویدیو نگاه کنید و اینم اسکرین شات بگید. بچه‌ها مثلا با مدادی چیزی مثلا کنار گوشه عکس اسکرین شات که میگیری یه چیز میاد دیگه، برای میرسید 1 2 3. الان ما روی 3. خب اینو بگیرید، اینو براتون نشون بدم. اینو بگیرید 4. اینو بنویسید 4. خودم بهتون میگم چندم. اینو بنویسید 4. اوکی بچه من بهتون نشون بدم. اینو بنویسید 4. اسکرین شات بگیرید 4 بنویسید. بریم بر 5. ویدیو رو هم میتونید استاپ کنید خودتون هم چیز کنید، ولی باز اوکی. اینم بگیرید و اسکرین شات بگیرید و اینم 5 فکر کنم. آره دیگه 5. بریم برای 6. 6 رو دیگه بقیه‌اش هم که فکر نکنم دیگه لازممون باشه. اگر لازم داشتین چرا این شکلی بچه اینا رو دیگه لازم نه، هر چی که بود بذارید سرجش بمونید، تکونش ندید. خب برای بچه‌ها حالا بریم سراغ برای سنسیتیویتی مولتی که بهتون گفتم
کد میتونم بهتون بدم بچه. وایسید بچه ببینم کد میتونم اوکی کنم. کد نمیتونم براتون اوکی کنم ولی بچه بهتون حالا باید دستی بچینید دیگه، ولی باز اوکی. اینجا بچه اینجا میاد کده که حالا اگر تونستم براتون بذارم ولی نمیتونم بذارم براتون دیگه. خب بچه این از یک بنویسید سنسیویتی یک سنس هم بنویسید میتونید، مثلا سنس یک، مثلا بنویسید سنس دو با اسکرین استاپ کنید، اسکرین شات بگید. سنس سه، سنس چهار، سنس پنج، سنس شیش. وایس من براتون اوکی. یه دقیقه وایس قاطی کردم من الان براتون اوکی بارم. سنس یک، سنس دو، سنس سه، سنس چهار، سنس پنج رو بگید اسکرین شد اگرم گرفتیم بازم بگید. سنس شیش، سنس هفت، سنس هشت، سنس هشت، سنس نو، سنس ده. تمام. سنسیویتی 10 تایی بود و بهتون چند تا از نکات های بازی هم قراره بهتون بدم که برید عشق کنید، حالشو ببرید دوستان و بهتون بگن قضیه آیپد چیه. بچه میخواستم اول موبایل بگیرم که گفتم آقا چرا موبایل، چرا اصلا آیپد نه. بعدش گفتم حتما گرونه. رفتم دیجیکالا رو نگاه کردم، گفتم به 12-13 میلیون فقط لنوو. بعدش اگه قسطی هم بخوای بخرید بچه‌ها 3 تومن 4 تومن 5 تومن میذاره روش. اوکی تا اینجا میشه 15 16 17. خب شما میتونید اینا رو مثلا 5 میلیون بدیم فلان فلان اوکیش میکنید. خب اینجوری بهتر میتونید پلی بدید. من خودم بازیم بهتر میشه بچه‌ها. با آیپد مثلا ویدیو میره بالا، نمیدونم همه چی میره بالا، بعدن برای همون خیلی خوبه بچه‌ها. حتما تا آخر من قبل از عید حتی یه روز مونده به عیدم میگیرم. اینو داشتم، یعنی اصلا نرسیده به عید گرفتم. ولی یه کاری که باید بکنیم بچه‌ها. من برای آیپد اصلا هیچ سنسی گیر نیاوردم هنوز. دیشب هم داشتم نگاه میکردم هیچ سنسی گیر نیاوردم. اگر کسی رو میدونید که برای آیپد سنس و هاد همه چی میده بدونید بچه. من اصلا هیچ چیز پیدا نکردم گذاشته باشه. کامنتی کالافم میره فقط از روی نمای آیپد نمیدونم اپل میذارم، اونا دیگه گرونه 50-60 میلیونه و همون دیگه آیپد ریزه برداریم اصلا بدون لگ بدون همه چی بچه. فقط یه مشکلی که داره نمیشه با اون ویدیو آپلود کرد. این مشکلش هم اینه که با گوشی هم میشه. حالا گوشی اوکی میخوام همچین اینو دارم میخرم، حالا باید بخرم. حالا اگرم نخریدم میتونم با همین آیپد براتون ویدیو بذارم. و بچه‌ها بریم سراغ یه نکات خیلی مهم بچه‌ها. برای کسایی که میان مولتی بازی میکنن، مثلا میرن بچه رویال اینا مثلا استارت میکنن، بعدش میرن یار رندوم میندازه بچه‌ها. برید داخل تنظیمات. حالا اگه گوشیم لگ نزنه کجا مثلا چند تا از اینا داره بچه. شما هم بگید. من الان فکر کنم یه بالای اینا رو بذارید دریافت کنید بچه. اینا رو حتما برید دریافت کنید. حالا موضوع ویدیو که این نیست ولی باز برید دریافت کنید. الان خودم هم میخوام برم دریافت کنم. تازه اومدم داخل بازی. خب بچه ها حالا بهتون داشتم میگم برید وارد تنظیمات شید. برای کسایی که نتشون هم ضعیفه اگر درخواست بالا باشه، اگر گفته باشید داخل کامنت ها امروز که یک شنبه است واسه یه ویدیو کوتاه هم داریم که بهتون میدم بدونش کنید. حالا بریم سراغ تنظیمات هستی بچه. برای بتل هم همینو بزنید. همین تکون ندید. خب بچه یه چیز بهتون بگم. اینو بذارید روی این. تمام اینا رو هم بچین. اینو بذارید روی این اسم پلیر و مولتی پلیر هر کی. یه نکات خیلی مهمه. بعضیا میان روی تیر نگه میدن تا بره اسکوپ دیگه خودتون میدونید. من خودم حالا اینجا براتون اینا همه رو بذارید این ور اون ور تا کارتون جمعه. راحت‌تر باز کنید. حالا دارم بهتون اینا رو این نکات رو گفتم که بذارید چند تا از نکات ها رو
بچه سی پی دوبل اومده، برید ازش خریداری بکنید. شاید به این از از خریداری کنید. ریکاردو، ارزان جم، اینا رو الان بزنید. وزیر جم اینا هستش دیگه. حالا من خودم از اینا میخرم، اصلا تبلیغ نیست اینا. و دیگه چیز دیگه نمونه. ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب نره. خدا نگهدار دوستان.